اگه مستاجر اجاره رو پرداخت نکنه مالک چیکار باید بکنه؟ پرداخت نکردن اجاره به ضرر مستاجر هستش و مالک میتونه با ترفندهای مختلف حکم تخلیه رو بگیره. اون وقت مالک حساب بانکیشو ببنده مستاجر چیکار باید بکنه؟ بدون اینکه وقت از دست بده حتما باید یک اخطارنامه بفرسته برای مالک و حساب بانکی جدیدش رو ازش بخواد. آیا هر سال باید قرارداد مالک و مستاجر تمدید شه؟ خیر، نیازی نیست تمدید شه. حتی اگر تمدید شه به ضرر مالک هستش. قرارداد اجاره دلاری به ضرر مستاجر هستش؟ این قرارداد در ترکیه هیچ اعتباری نداره. قوانین برای ترک و خارجی متفاوته؟ برای کسایی که کیملیک ندارن چطور؟ برای همه‌شون قوانین یکسانه. هیچ فرقی بینشون وجود نداره. اگر مالک بخواد مستاجرش سر سال واحدش رو تخلیه کنه تو قرارداد چه مواردی باید نوشته شه؟ مواردی که در قرارداد نوشته میشه باید قانونی باشه تا معتبر باشه. برای همین حتما این موارد باید توسط یک شخص متخصص یا یک وکیل نوشته بشه. راهی هست که مالک و مستاجر برای تمدید اجاره سال بعد به مشکل نخورن؟ فقط بینشون اگر توافق باشه، بله. در صورت اقدام به دادگاه و تشکیل پرونده از طرف مالک و یا مستاجر آیا زمانبندی خاصی وجود داره؟ 100% وجود داره. هر شکایتی باید در وقت قانونی خودش انجام بگیره. فقط از همه خواهشمندیم برای اینکه یا مشکل برخورد نکنین حتما در عقد قراردادهاتون از یک وکیل و یا از کسی که در این کارها تخصص داره کمک بگیرید.